برنامه 8 هفته‌ای برای یادگیری مهارت رانندگی. هفته اول، روز اول، آشنایی با اجزای خودرو. برای این منظور از تمیز کردن ماشین شروع می‌کنیم. تمیز کردن شیشه ها، بدنه داخلی و بیرونی، سقف و کف ماشین. کفپوش ها رو خارج کنید، بتکنید و داخل کابین رو جاروبرقی بکشید. تمیز کردن و مرتب کردن صندوق، باز کردن در کاپوت و دستمال کشیدن قطعات موتور. و دقت کنید به اجزای ماشین: موتور، دنده، فرمون، پدالها و آینه ها. و از این به بعد هفته یک بار ماشین رو تمیز کنید. تمیز کردن ماشین روش خوبی برای نزدیک شدن به ماشینه. یه راه میانبره برای غلبه بر ترس و آشنایی و دوستی با ماشین. پس به صورت ذهنی هم اون رو انجام بدید.